یکی از خوشگل‌ترین کلام‌هایی که الان داریم میشنویم و کلمه‌هایی که استفاده میشه بحث انسانیته، که انسان باشیم، انسانیت داشته باشیم. خیلی چیزا مهم نیست، اگه انسان باشیم مهمه. خیلی اینو قبولش داریم، اصلا رویکرد من انسانگراست و اصلا انسانیت جزئی از وجود کاری ماست. خب اما اینی که من انسانیت رو بگم و انسانیت رو زندگی نکنم خیلی بد میشه. نمیخوام انسانیت رو در اجتماع بگم، در محیط بگم، در جامعه بگم. میخوام انسانیت رو توی خونه مثال بزنم، از انسانی ترین رفتارهایی که میتونم داشته باشم تو منزلم حرف بزنم. ببین چند وقتی رو در مورد رفتارهای دو تا انسان بالغ، عاقل، عاشق صحبت کنیم که با هم یه عهدی بستن که تمام زندگیشون رو با همدیگه پیش ببرن. اما چرا بعضی از رفتارها واقعا غیر انسانی میشه؟ چرا بعضی از رفتارها توش دل شکستن داره، توش توهین داره، توش تحقیر داره؟ مگه دو تا انسان همدیگه رو تحقیر میکنن؟ مگر دو تا انسان به همدیگه بد و بیرا میگن؟ مگر اصلا قانون انسانیت قانون توبیخ و تنبیهه؟ چرا حرفایی رو که بعضی‌ها میزنن خودشون عمل نمی‌کنن و مسیری رو که میرن از کجا آوردن؟ اصلا قراره بریم توی این وادی صحبت کنیم و یکی از تجلیگاه‌های انسانیت توی زندگی‌ها رو بهتون نشون بدم.